ما با شفافیت مالی کشورمون مشکلی نداریم، خوبه، پولشویی نباید باشه، اما شفافیت برای کی؟ برای خودمون، نه برای آمریکا و اسرائیل. پذیرش FATF یعنی دادن امکان جاسوسی گسترده لحظه‌ای به آمریکا و اسرائیل علیه خودمون. اینا تمام تراکنش‌های ما رو بدونن. دنبال چی ان اونا دنبال اینن که ما نتونیم تحریم‌ها رو دور بزنیم. خب از این اطلاعات استفاده میکنن، نه تنها راه حلی برای مشکلات ارتباطی ما با جهان فراهم نمیکنن، بلکه ما رو بیشتر تحریم خواهند کرد. این دیگه مشخصه دیگه. مثلا آمریکا احتیاج داره به این اطلاعات برای تحریم بیشتر ما و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های ما. حتما آخه داده ها رد و بدل میشه، ساپلایره، اون یکی نمیدونم بایره، سلره، همه اینا. ما الان از سیستم بیشتر برای نقل و انتقالات صرافی‌ها استفاده میکردیم و میکنیم که خب این یه شبکه پیچیده ای از صرافی‌ها رو درگیر کرده. خب یه قسمتیش مربوط به این میشه، یعنی خب همین سیستمه. و اینجا دوستانی که دارن برنامه ریزی میکنن خب باید بیان نسبت بهش دیدگاهی داشته باشن. ما اگه بخوایم این رو ببریم بر روی سیستم بانکی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال اصلی اینجاست، این نیستش که ما عضو FATF بشویم یا نشویم. سوال اصلی به نظر من اینه که ما بالاخره میخوایم از این سیستم مالی بین المللی، سرمایه گذاری خارجی، سیستم بانکی بین المللی، بانک های مختلف در جای جهان استفاده بکنیم و نکنیم. اگر همه این چیزایی که اینا میگن ما انجام بدیم، گشایشی برای تجار ما و برای بانک‌های ما ایجاد نخواهد شد، بلکه محدودیت‌ها بیشتر میشه. شما الان اینا میگن مثلا تروریسم، تروریستا نباید پول داد. منظورشون از تروریستا حزب الله، حماس، این نوع نیروهاست. وگرنه خودشون یه بار دیدید آمار کمک‌هایی که به منافقین میکنن و منتشر بکنن؟ اینا که تحت حمایت آمریکا هستن، پولم میدن به سایر تروریستا. خب اگه FATF بپذیریم، باید چیزای دیگه هم پشت سرش بپذیریم. باید تحریم‌ها هم لغو بشه. برای اینکه تحریم‌ها لغو بشه باید مذاکره کنیم. برای اینکه مذاکره کنیم، حالا یکی از روزنامه‌های از افراد اصلاح طلب گفته بود که ما لازم است به FATF بپیوندیم که یعنی آمریکا رو ترغیب کنیم به مذاکره با خودمون. ما چه احتیاجی داریم به اینکه آمریکا رو ترغیب کنیم به مذاکره با خودمون؟ اونا التماس میکنن که ما باشون خیلی مذاکره بکنیم. بحث این که عرض کردم، ما قبل از اینکه اصلا به این نقطه بخوایم برسیم باید مشخص بکنیم واقعا ما میخوایم با تحریم وضعیت رو ادامه بدیم یا میخوایم بدون تحریم کار رو انجام بدیم. یه قسمتی از موضوع تحریم، ما حتما میخوایم بدون تحریم مالی. ما حتما میخوایم بدون تحریم. اگر هدف اینه که اگر هدف این است که ما اقتصادمون رو از زیر بار تحریم بیرون ببریم، یعنی بریم به سمت این که تحریم ها لغو بشه. حالا بعضی وقتی گفته میشه تحریم ها رو ما میخوایم برداشته بشه، اصلا طرف مقابل علاقه‌ای به برداشتن تحریم ها دارد یا ندارد. سوال دوم، این تحریم ها لایه هست و آیا در یک لحظه برداشته خواهد شد یا یه شبه برداشته خواهد شد یا به مرور زمان برداشته خواهد شد؟ ببینید ما داریم در مورد واقعیت ها صحبت میکنیم که ما میخوایم از سیستم مالی بین المللی میخوایم استفاده میخوایم از 100 میلیارد دلار نه این آقای عبیانه میگه آخه من به شما عرض میکنم نماینده یه قسمتی از نه من به شما عرض میکنم نظر مقام معظم رهبری اینه، نظر رؤسای جمهورمون اینه، دولتامون اینه، مجالسمون اینه. ما که تحریم نکردیم خودمون. نه من از دید اقتصاد ذی‌نفعانه بذارین عرض بکنم که اینجوری نمیبینم. نه من عرض میکنم من میبینم. ما همه میخوایم مشکلات اقتصادی از جلوی پای کشورمون و ملتمون برداشته بشه. میخوایم روابط بانکیمون. آقای دکتر این از یه دید شما میگی، من از دید اقتصاد ذی‌نفعانه یه جور دیگه نگاه میکنم. یعنی لایه داریم. ما لایه مسئولین ما لایه ذی‌نفعی داریم که میگه اگه مشکلات حل بشه آقا ببخشید من الان من قبول ندارم فرمایش شما رو. ماشین بیام مونتاژ بکنم نه یه ده برمیگردن میگن کاسبان تحریم و فلان و اینا شعاره. خب
واقع حالا زینف ما داریم در اقتصاد، ما استیک هولدر رو زینف داریم در اقتصاد که از این شرایط بیشترین منفعت رو داریم می‌بینیم. الان مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران میخوان همه مسئولین میخوان مشکلات بانکی و مالی و اقتصادی و تحریم و اینا از جلوی پای ملت ما برداشته بشه.